سلام و احترامات تقدیم میکنم به تمام مردم عزیزم چی در داخل کشور چی در خارج از کشور زندگی میکنند و یک سلام جداگانه به برادرای مسافرم که دور از فامیل زندگی میکنند و ما امروز باز آمدیم برای یک فامیل دیگه که بسیار این فامیل یک پدر جستفید است و مادر که در بسیار فقر و بیچارگی زندگی میکنند و وضعیت خانهشان بسیار خراب است و هیچ کس یعنی تو کس نیست که بیا یک نانآور باشه. اینا رو میریم نزدیک خود ما هم باید انجاز بزنیم و اولای شما شریک میشد میبینیم که چی مشکلات دارند. سلام علیکم. سلام علیکم مامان. چطور هستی؟ خوب هستی؟ چطور زندگی شب روز بخیر تیر میشه؟ بخیر تیر میشه. دلش می‌خواد خانه اینجا کرامی دن خیلی دار خیلی اینجا کرامی شو میری سفید بچه که من عجول گردیش سنگ گرده داره بس ندارم بگه انا خانی مردم بچه‌تون چی کار میکنه؟ اولاد داریم؟ بچه کار میکنه دیاری میکنه قنبق پگای که میره دیگر میاره گردهش درد میکنه سنگ گرده در گرد میشه بچه که مثل غریب و عاجز است کلش غریب و عاجز است یک بچه که مکای مکس سنگ گرده داره گردهش درد میکنه آوشی ولی سفید قنبق تصدی شکری خداست که ناجور شکاری مرزار نداره اگرم بچه تکلیف گرده داره تداوی کار نکردم مادر؟ تداوی کرده شفاهانی کرده رفته دوا دادیش حالا دیگه اون دوا کمی کرده دیگه عملیات چیز نکرده از پیسه وقت نداره دکترها گفته که عملیات میکنی؟ گفته عملیات میکنی عملیات پیسه زیاد کار داره پیسه زیاد کار داره چیزا نمیخوره اگر چیز بیار نمیخوری شیار نمیخوری درد میخوری فکر چطور میکنی زندگی تو فکر چطور پیش میبری بچه تو هم مریضه میشه بابداری و لالی برای خانه هم میشه و چطور میکنی بچه که رکشا نچرانی رکشا دنده دیگه بچه که مستی جدا هستن جدا هستن پنجا یکیش میده پنجا دیگیش میده پنجا دیگیش میده بابی مثلا ساعتر ما خیر خدا مهربانه خدا مهربانه کرای خانی تو چطور میکنی کرای خانه رو بچه که دیاری میکنن اونو جمع کو کرای خانه بده بل برق بده اوکر نه بخورش این تو بیکنیم بدش خیر خدا مهربانه همتنه عزیزم شما خودتان دیدید و شنیدید که مادر بچه قصرتی زندگی رو پیش میبره و این پدر ما خودش سفید معنی کار کرده نمیدانه فقط یک بچهش است که همه خودشان زندگی میکنه دیگه بچه های جدا است هم یک بچه زندگی میکنه و خودشان مزدورکاری میکنه اگر این کار پیدا شد خوب اگر دیگه هیچ کار باری کرای خانه منور دوا و بچهش تکلیف گرده داره می پیش داخل کرده داخل گفته که عملیات میکنه و عملیات امکاناتش نیست یعنی پیسه نیست پیسه زیاد کار داره شما مثلا خودتان میدونید مشهودید که مشکلات چند که چی رقم یک وضعیتی از زندگی میکنن لازم تاسو د خپل د زمونږ څه غواړئ چې تاسو څنګه مرسته وکړئ تاسو کولی شئ چې هغوی ته ووایئ امداد ادا نه غواړو یادګیري نه غواړو چې موږ ته دغه شی ورکړي چې اشکالونه وکړي ګزاره وشي احتیاج محتیاج نه شي د کور و کفن پیسې نشته خدای پاک کړي چې هغه غیرتي خدای ده ښه الله نه غواړي بیا زمونږ نمبر غواړي چې ناصر چې سره زمونږ غټۍ غواړي کوي خو دغه دپاره کوي چې پلار مور یې د خپل یار ورسره کومک وکړي خدای کومک وکړي نو څه شی وغواړي شما مادر شما چی می‌کنید برادرای ما شما را می‌بینند بچه مستی زنده باشین خدا عمر بدیشان تا که جهان است کرای خانه داده نمیتونه دل برق داده نمیتونه بچه که مدیاری میکنه یه میخواین که طرف حضور کمک شوی
یک چیزی روان کنه ایشون سفید است قمخ نداره که ریحانه رو بدم بله برقه بدم خدا کشان خوب شد زنده باشین تا که جهان است همتون عزیزان شما دیدین و شنیدین که این مادر ما به چه رقم زندگی خود پیش میبره و مادر مشکلات خود رو با شما خواهش که کارهای ما کمک کنه که فقط همیشه روز ما یعنی تیر شود یک قدر یا مشکلات چند زیاد است که میگه ما چاش میخوریم به شب ایران که شب میخوریم خدا به چاش بدیشانه که جمع کده نمیتانی آمین آمین و شما برادرای عزیزم چی در داخل هستین چی در خارج زندگی میکنید اگر میخواین که یا کمک کنید پس میکنید که از طریق واتساپ نمبرم 0707 410 403 تماس گرفته و برای فامیل بیچاره و غریب کمک کنید دیگه وقتا نمیگیریم با امید همکاریتان هستم که همیشه همراه ما همکار باشید و همیشه همراه ما کمک کنید تشکر دوست خوش خداحافظ